اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله المتجلی لعباده من افق الالباب المجلی عن مراده بمنطق السنة والكتاب الذي نزه اولیاءه عن دار الغرور وسما بهم الى انوار السرور والصلاة والسلام على سيدنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. سوالی که مطرح است و مورد شبهه هست این است که چرا امیرالمؤمنین روحی له الفدا وقتی به خلافت رسیدند ضمن بازگرداندن حقوق اهل بیت علیهم السلام از اعداء اهل بیت به خصوص حضرت فاطمه سلام الله علیها تقاص نگرفتند. چون میدانید بعضی از افرادی که در واقعه هجوم دار بودند و به خانه حضرت هجوم بردند اینا هنوز زنده بودند، مثل قنفذ، مثل خالد ابن ولید. و این شبهه است که گاهی وقتا در خصوص قضایای صدر اسلام مطرح میشه و نیاز به تأمل و تدبر داره تا به عظمت کار امیرالمؤمنین روحی له الفدا پی ببرید. اولا این رو بدانید هنگامی که امیرالمؤمنین روحی له الفدا به خلافت رسیدند اولی و دومی از دنیا رفته بودند و واقعه دار رو نقش اصلی رو اولی و دومی داشتند. میدانید واقعه هجوم به خانه حضرت زهرا از مسلمات منابع مختلف که چندین منبع خود اهل سنت اعتراف میکنند که این روایت صحیح است. میگن که خلیفه به دستور خلیفه اول خلیفه دوم با جمعی پشت خانه حضرت زهرا آمد و گروهی که بیعت نکرده بودند و با امیرالمؤمنین در اون خانه بودند چون خبردار شدند که اینها در خانه هستند و جلسه گرفتند دومی رو فرستاد برای بیعت. بنابر نقل بعضی از تواریخ اون جلسه پایان یافته بود، فاطمه زهرا در خانه بود و خلیفه دوم تهدید کرد به اونها بگو اگر بار دوم در جمع بشن ما خانه و مافیها رو آتش خواهیم زد. و بنابر نقل منابع بار دوم هجوم بردن. اون موقع امیرالمؤمنین و با عده‌ای در خانه بودن. حضرت زهرا پشت در آمد که در یک سخنرانی مفصل چرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پشت در آمد با اینکه امیرالمؤمنین در خانه بود مفصل بحث کردم که می توانید رجوع کنید و عنوان سخنرانی هم با همین عنوانه. در هر حال واقعه دار از مسلمات به خانه هجوم بردن، حضرت رو مورد ضرب قرار دادن، حضرت بر اثر اون ضربه ها مریضه شد. تعبیر روایت دارد سارت کالخیال و به سبب همون ضربه ها هم از دنیا رفتن که بعضی از روایات اشاره به این امر می کنند. خب امیرالمؤمنین الان خلافت به دست ایشان آمده، باید از اینان که هجوم آوردن به حضرت زهرا ضربه زدن، به اهل بیت آسیب رسوندن، باید از اونها تقاص بگیرند و خونخواهی کنند. اولا خلیفه اول و دوم نقش اصلی رو در این واقعه دار داشتن، اینا نبودن، از بین رفته بودن. کسی که میخواهد تقاص کند، خونخواهی کند، حقش رو بگیره باید از کسی بگیرد که اون واقعه رو ایجاد کرده. مردم چه گناهی دارن؟ درسته این دو نفر عامل دارن
کسانی دارن که همکارشون بوده این کارها رو کردن، اما اقتضای تقاص و اقتضای خونخواهی اقتضا میکند از کسی شما حقت رو طلب کنی که این فعل رو انجام دادن، این فعل رو سبب شدن، امر به این فعل کردن. خلیفه اول و دوم نبودن که بتواند امیرالمؤمنین حق خود رو بگیرند. ثانیاً جواب نقضی میدیم به اهل سنت و به کسایی که این اشکال رو بر ما میکنن. چرا امیرالمؤمنین روحی له الفدا تقاص نگرفت از دشمنان حضرت زهرا، از دشمنان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین؟ ما میگوییم امیرالمؤمنین به پیامبر اکرم تمسک کرد، به فعل پیامبر اکرم تمسک کرد، به آنچه که پیامبر اکرم روحی له الفدا انجام داده است تمسک کرده. در واقعی که عده‌ای از قریش به خانه پیامبر هجوم بردن، پیامبر رو میخواستن ترور کنند و خود صحیح مسلم و بخاری به اون اشاره میکنند که اینا حدود 12 نفر بودن که به خانه حضرت هجوم بردن و حضرت رو میخواستن به شهادت برسونن که موفق نشدن و امیرالمؤمنین با اون جانفشانی عظیم و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، یه گروهی هستن با خدا معامله میکنن، یه گروهی هستن که جانشون رو در طبق اخلاص میگذارن. صحیح مسلم اعتراف میکند به این که اینا 12 نفر بودن، به خانه پیامبر هجوم بردن. بعد حذیفه و عمار از پیامبر اکرم سوال کردن یا رسول الله اینا ترور خواستن بکنن شما رو، چرا ازشون تقاص نمیگیرید؟ اینا کسایی هستن که با خدا و رسول خدا اعلام جنگ کردن، اینها باید به قتل برسن. پیامبر فرمود اکره ان یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابه. فرمود پیامبر اکرم من دوست ندارم به من بگن که پیامبر محمد کسی است که اصحاب خودش رو میکشد، لذا اونا رو نکشت، حیات طبیعی داشتن. امیرالمؤمنین هم تمسک کرده به فعل پیامبر، به همان کاری که پیامبر کرده است امیرالمؤمنین هم کرده. ثانیاً بعد از فتح مکه رسول الله به اون وحشی که اون نیزه رو به قلب حمزه سید الشهدا علیه السلام زد زنده بود، اما پیامبر رهاش کرد، کاری بهش نداشت. در هر حال اینا اولیاء الله هن، مصالحی رو میدانن که ما نمیدانیم، مواردی رو به اون علم دارن که ما نمیدانیم. اگر شما بگویید اگر حق با فاطمه زهرا بود، فاطمه زهرا بر حق بود، چرا امیرالمؤمنین از دشمنانش تقاص نگرفت، خونخواهی نکرد؟ دلیلش این است به همون کاری که پیامبر اکرم روحی له الفدا تمسک کرده است و عمل کرده است، امیرالمؤمنین هم عمل کرده. ثالثاً وقتی امیرالمؤمنین به خلافت رسیدن، مردم اون زمان خلیفه اول و دوم رو میپرستیدن، افعال اونها رو به عنوان سنت قرار داده بودن. لذا امیرالمؤمنین هرچه اونها رو نصیحت میکرد فایده نداشت. درست مردم از عثمان ناراحت بودن و امیرالمؤمنین رو به عنوان خلیفه با آن که امیرالمؤمنین رد میکرد آمدن و امیرالمؤمنین رو به عنوان خلیفه معرفی کردن، اما دفاعشون از خلیفه اول و دوم مستمر بود. براتون مثال بزنم که بدونید اینها چگونه بودن در مقابل خلیفه اول و دوم. آمدن پیش امیرالمؤمنین در زمان خلافت امیرالمؤمنین، گفتن که یا علی برای ما یه نماینده انتخاب کن نماز تراویح بخواند در شبهای ماه مبارک. امیرالمؤمنین فرمود نماز تراویح ما نداریم، پیامبر نماز مستحب رو جماعت نگفته به جا بیاریم، ما نماز تراویح نداریم،
چه کسی گفته از نماز تراویح بخوانید؟ از پیش امیرالمؤمنین که رفتن یکی رو انتخاب کردن برای نماز تراویح. آمدن خبر دادن به امیرالمؤمنین یا علی دارن نماز تراویح میخونن. امام حسن رو فرستاد گفت برو بهشون بگو که این نماز تراویح بدعت، درست نیست. گفتن نه، چون خلیفه اول برای ما سنت کرده ما طبقش عمل میکنیم. لذا امیرالمؤمنین به کار دیگه‌ای باید مشغول میشد وقتی این وضعیت رو میدید. احمد امین مصری در کتاب روح الاسلام می‌نویسه در یکی از صحابه رسول الله نشسته بود، این کلمات رو به کار می‌برد. میگفت ای مردم، من آنچه رو که دارم می‌بینم در زمان پیامبر نبوده. فقط شما نماز زمان پیامبر رو میخونید، اما این نماز اون نماز نیست که میخوانید. ببینید امیرالمؤمنین تو این موقعیت بوده. یا محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری میگه در دمشق نزد انس ابن مالک رفتم، دیدم تنها نشسته در حال گریستن. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت من چیزی از سنت رسول خدا نمیبینم، همه چیز رو ضایع کردن، همه چیز رو از بین بردن. حسن بصری نقل میکنه، میگفت چیزی از زمان پیامبر اکرم شما چیزی باقی نگذاشتید، فقط قبله رو، غیر از قبله چیزی از زمان پیامبر اکرم باقی نمونده. یعنی دین کلا تغییر پیدا کرده. این که روحی له الفدا امام حسین قیام میکنن و میگه علل اسلام السلام ادبولیت الامه براع مثل یزید، علل اسلام السلام. یا میگه انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اصلاح فی امت جدی. خروج به خاطر این بود که اسلام را از بین برده بودن، چیزی باقی نمانده بود. لذا خود بزرگان اهل سنت در کتابهاشون نقل میکنن که چیزی از اسلام باقی نمونده بود. و در زمان خلافت ولید ابن عبدالملک عمر ابن عبدالعزیز امیر حاج بوده. نقل میکنن که در کتابهاشون این اصلا مناسک حج رو بلد نبوده، حتی وقوف رو اشتباه انجام داده است. یعنی اینا کاری کرده بودن که تمام آنچه که پیامبر اکرم به واسطه وحی به اونها رسونده بود از بین برده بودن. چرا امیرالمؤمنین حقوق اهل بیت رو برنگرداند؟ چرا از دشمنانش تقاص نگرفت؟ دشمنان فاطمی زهرا سلام الله علیها و اهل بیت تقاص نگرفت؟ عمل به وصیت پیامبر کرد. پیامبر امیرالمؤمنین رو صدا زد، یا علی ان قریشا ستظاهر علیک و تجتمع کلمتهم علی ظلمک و قهرک فان وجدت اعوانا فجاهدهم و ان لم تجد اعوانا فکف یدک واحقن دمک، فکف یدک واحقن دمک. یا علی، اینا بر علیه تو جمع خواهند شد قریش و به تو ظلم خواهند کرد. اگر افرادی رو یافتی به تو کمک کنن جلوشون وایسو، اگر افرادی نیافتی خونت رو حفظ کن، بنشی، کاری بهشون نداشته باش. بگید ببینم چه کار کردن با اصحاب راستین امیرالمؤمنین. یکیشو دست و پاشو قطع کردن، یکی زبانش رو بریدن، یکی تبعیدش کردن، اون یکی رو مال و منال ازش گرفتن، یکی از بعض دیگر رو شکنجه کردن، بعض دیگر رو بی آبرو کردن، بعض دیگر رو سر بریدن، سرشون رو به عنوان هیزم استفاده کردن، به زن صحابی پیامبر تجاوز کردن. اشاره خواهم کرد این کارهایی بود که انجام دادن. شما فکر کنید تو این موقعیت و تو این شکل
می توانست امیرالمؤمنین از اعداش تقاص بگیره، از ظالمین حضرت زهرا تقاص بگیره. شما اشکال به ما میکنید، اول اشکال به پیامبر بکنید که پیامبر این نصیحت رو به امیرالمؤمنین کرد. اسلام اگر اقتضا کند خلیفه مسلمین که ما تعبیر از امام میکنیم، امام مسلم مثل امام حسین خون میدهد، اما اگر اقتضا کند که سکوت کند و تحمل کند و صلح کند، مثل روحی له الفدا امام حسن علیه السلام این کار رو میکنند. اینا دنبال اسلام بودن، دنبال انجام حق بودن، دنبال دنیا که نبودن، دنبال زندگی خودشون که نبودن، دنبال رضای خدا بودن. این قضیه این که یا علی صبر کن و اگر یار نداشتی تحمل کن، چون طرف امیرالمؤمنین ظالم بوده. یه قضیه رو براتون نقل کنم که اهل سنت این قضیه رو نقل کردن که ببینید امیرالمؤمنین تو چه موقعیتی بوده. مالک ابن نویره از صحابه راستین پیامبر اکرمه، آمد پیش پیامبر اکرم. پیامبر اکرم بهش گفت این چیزی رو که از مردم جمع میکنی، چون مردم منطقه تو فقیرن، قبیله بنی یربوع قبیله بزرگ و شخصیت دار که بزرگ این قبیله و ریاست این قبیله به عهده مالک ابن نویره بوده. پیامبر بهش فرمود این پولایی که از مردم جمع میکنی، این پولا رو خرج مردم کن، نمیخواد بیاری برای من، مردم فقیر صرف کنن. پیامبر که از دنیا رفتند، خلیفه اول که رو کار اومد فرستاد دنبال مالک ابن نویره، از امروز به بعد هر چی جمع میکنی برای من بفرست. اینو متون اهل سنت نقل کردن ها. ما از متون اهل سنت داریم نقل میکنیم. بعد پیام داد من نمیفرستم. اولا غدیر چند وقتی است از او گذشته است و پیامبر اکرم دست امیرالمؤمنین رو گرفت. 4 ماهی بیش نیست که این واقعه بر ما رخ داد و پیامبر دست امیرالمؤمنین رو گرفت و دستش رو بالا آورد و به عنوان امام معرفی کرد به مردم. من که یادم نمیره این رو. ثانیاً پیامبر به من گفته پول رو اینجا خرج کن، من به شما پول نمیدم. خالد بن ولید رو فرستاد خلیفه اول. اینا جنگیدن، بایستادن روبروی هم، حالت جنگ پیدا کردن. اینا با هم درگیر شدن. وقت نماز که شد، مالک ابن نویره گفت ما میخوایم نماز بخونیم. شمشیرها رو گذاشتن کنار. اینا مشغول نماز که شدن، اون نامرد خالد ابن ولید آمد مالک ابن نویره و طرفدارانش رو گرفت. گفت سر این مالک رو جدا کنید. گفت چرا سرم رو میخوای جدا کنیم؟ مگه الان نماز نخوندیم با هم؟ مگه رو به طرف یه قبله نماز نخوندیم؟ اجازه بدم خودم برم با خلیفه صحبت کنم مدینه. گفت سرشو جدا کنید. سرشو جدا کردن با یاراش. بعد گفت آتش درست کنید از این سرا که این آب بجوشه، هیزمی باشد برای جوشاندن آب. به اینم بسنده نکرد. گفت خونه مالک کجاست؟ زنش کجاست الان؟ وارد خانه مالک ابن نویره شد و به زنش تجاوز کرد. این فرستاده خلیفه مسلمین. شما فکر میکنید با مردمی که اینجورن، با مردمی که با این خلق و خو بزرگ شدن، با این خلق و خو انس گرفتن، امیرالمؤمنین میتواند قنفذ رو بیاره محاکمش کنه، خالد ابن ولید رو بیاره محاکمه کنه؟ همه او رو رها کردن. مجبور شدن امیرالمؤمنین روحی له الفدا، عدالتش زبان زد بود، شخصیت وجودیش نور بود، ولی مردم اهل دنیا بودن، اهل فساد بودن، اهل لهو و لعب بودن. اما کسی رو بین خودشون مقامی مثل امیرالمؤمنین رو نیافتن. مجبور شدن بیان در خانه امیرالمؤمنین، ولی تو قلب راضی نبودن. و لذا میبینید در محراب فرقش رو شکافتن. در طول مدتی که امیرالمؤمنین خلافت رو به عهده داشت، هرچی از دستشون برابر به سر امیرالمؤمنین آوردن.
لذا حضرت خیلی تحمل کرد. پنجمین مورد درست است امیرالمؤمنین به خلافت رسیدن، اما کسی با او نبود. مردم جمعیت می اومدن می گفتن یا علی میخوایم با تو بیعت کنیم. امیرالمؤمنین یه بار اونا رو امتحان کرد، بهشون گفت اگر میخواید با من بیعت کنید شرط داره، برید سراتون رو بتراشید بیایید با من بیعت کنید. یعقوبی شافعی در تاریخش نقل میکند، این متون اهل سنت ها، 3 نفر بیشتر سرشون رو نتراشیدن و پیش امیرالمؤمنین آمدن. شما فکر میکنید تو این جو، تو این موقعیت، تو این شکل امیرالمؤمنین چگونه بیاید از دشمنان حضرت تقاص بگیره و چگونه میتواند جلو اونها وایسه؟ امیرالمؤمنین روحی له الفدا، اموری که مربوط به مردم بود گرفته بودند همه رو بهشون پس داد، اما دنبال مال فدک خودشون نرفت، اما دنبال فدک و اموال اهل بیت نرفت. میدونید چرا؟ چون اگر فدک رو میگرفت، اموال اهل بیت رو میگرفت، متهمش میکردن، میگفتن این امیرالمؤمنین هم خلافت رو برای مال و منال خودشون قبول کرده، دنبال این بوده که آنچه که ازشون گرفته شده اونا رو بگیره. امیرالمؤمنین برای اینکه این اتهام رو نبندن، ریاست رو قبول کرد که از دشمنانش تقاص بگیره. متهم میکردن امیرالمؤمنین رو برای اینکه امیرالمؤمنین بفهماند که من هر کاری رو میکنم برای خدا میکنم، یک، تمام حقوق اهل بیتم ازش گذشتم، تمام آنچه که متعلق به ماست ازش گذشتم، نه فدک رو میخوام نه ظالمین، آنهایی که جلو چشم خودم به فاطمه خودم ضربه زدن، مگر قنفذ با غلاف شمشیر به فاطمه زهرا ضربه نزد؟ امیرالمؤمنین آگاه به همه این امور بود، ولی برای اینکه متهم نشود از همه اینها گذشت و حقم همینه. و مورد دیگر این است که امیرالمؤمنین مشاهده کرد که دین از بین رفته. اگر مشغول خونخواهی و تقاص بشه، اصل موضوع از بین میره، اصل اون هدفی که دنبالش هست از بین میره. مشغول درگیری اگه میشد، دین که از بین رفته بود، دیگه دین به انحراف کشیده میشد کاملا. لذا هم و غمش این بود آنچه که پیامبر اکرم به مردم فهمانده و به مردم رسانده است، اونها رو دوباره به اونها برسونه، دوباره اونها رو احیا کنه، وحی الهی رو دوباره برای مردم بیان کنه. دستوراتی که پیامبر اکرم به مردم داده بود از طرف خداوند متعال دوباره به مردم تفهیم کنند و اونها رو به مردم یاد بده. و این از کلام خود امیرالمؤمنین به دست بیاد که فرمود لو استوت قدمای لغیرت اشیاء کنت امیرا والیوم صرت مأمورا. من امام بودم، خلیفه مسلمین بودم، اما امروز من مأمور شدم چون دین را از بین بردن، دین چیزی از دین باقی نمونده. لذا امیرالمؤمنین هدفش و تمام هم و غمش، حتی اگر خلافت رو قبول کرد، حتی اگر زعامت مردم رو قبول کرد، به خاطر این بود که به خاطر دلسوزی به دین بود. و الا هم فاطمهش فدا شد، هم بچه‌هاش فدا شدن، هم خودش فدا شد و اینا رو همه رو میدانست، چون پیامبر اکرم بنابر نقل اهل سنت هم قضیه امیرالمؤمنین رو گفته، هم قضیه فاطمه زهرا سلام الله علیها. از منابع اهل سنت نقل شده است که پیامبر اکرم فاطمه زهرا رو دید و قضایا رو بهش گفت دخترم به تو ظلم میکنن، پهلوت رو میشکنن، محسنت رو سقط میکنن. این قضایا رو همه رو گفته از پیامبر اکرم. لذا اینها قضایا رو میدانستن و میدانستن دنیا جاشون نیست. لذا هم و غمشون این بود که دین رو نجات بدن. امام حسین تو دشت کربلا چه فرمود؟ فرمود لو کانت دنیا لاحد
لکان الانبیاء احق بالبقاء و اولا بالرضا غیر ان الله تعالی خلق الدنیا للفنا. برای موندن اگه بود ماها حقمونه، انبیا میموندن. اینا افراد صالح خدا دنیا رو برای فنا خلق کرد. چند روزی شما رو جا داد که امتحان کنن، بعد این دنیا تمام میشه، اونجا حساب کتاب هست. من از همه حقوق زن و بچه‌ام، از تمام حقوقی که متعلق به اونهاست، فدک و امور دیگر گذشتم. از دشمنانی که به ما ظلم کردن گذشتم. الان مسئله‌ای که واجب است به گردن من و باید اون رو احیا کنم دینه. لذا من همه این رو فدا میکنم، همه اینها رو در راه خدا میدم که بتونم دین رو زنده کنم. لذا اگر شبهه میکنن چرا امیرالمؤمنین از دشمنان تقاص نگرفت، چرا حقوق اهل بیت رو بر نگردان، با خلیفه بود، اختیار داشت. اولا اختیار امیرالمؤمنین مردم به اهل بیت پشت کردن و این چهره مردم روز عاشورا معلوم شد که حتی به بچه شیرخواره هم رحم نکردن. که شبیه ترین شخص به پیامبر اکرم بود. هر وقت ما دلمون به پیامبر تنگ میشد به علی اکبر نگاه میکردیم. همون مردمی که زمان امیرالمؤمنین بودن، همون مردمی که پیامبر اکرم برای اونا موعظه کرد، رسالت رو رسون، وحی رو رسون. قطعوه اربا اربا، تیکه تیکش کردن. اصحاب مقاتل میگن رو اسب بود، اینقدر ضربه بهش زده بودن که این خونا جلو چشم اسب رو گرفته بود. این اسب به جای اینکه به معسکر حسین ببرد علی اکبر رو، به معسکر عمر سعد برد. هر کی هر چی داشت به بدن علی اکبر زد. لذا در مقاتل دارد امام وقتی آمدن علی اکبر رو به این حالت دیدن، صدا زدن جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خانه رسانید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خداوند متعال تمام این اعمال را از ما قبول کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.